اگه خواستی بدونی که چی داره تو سرم میگذره کافیه یه نگاه اتاقم بندازی. آره میدونم این واقعا فاجعه است، چون که تو این مدت تو افسردگی بزرگ دوران امتحانا داشتم و تقریبا از زندگی دست کشیده بودم. اما بالاخره که باید دست بزنی به زانوات بلند چی. اما امروز موضوع اتاق منه. پس بریم که قبل از اینکه وضعیت اتاقم از افتضاح تبدیل بشه به فاجعه به دادش برسیم و مرتبش کنیم. فکر میکنم که همه مهمتر اینه که اون وسایل هایی که ریختی رو زمین و رو تختم مرتب کنم، ولی خب باید اینا رو یه جایی بذارم دیگه. بالاخره داخل کمدام و کشوهام اصلا تمیز نیستن، پس سرینش باید از بی خوبون و ریشه شروع کنیم. پس میدونیم که مرحله اول برای شروع انجام هر کاری برای ما دخترها کجایی کردن موهاست. پسرها اینو درک نمی‌کنن، این تاثیر بسزایی داره. اینجا یه سری کتابایی داریم که تو دوران امتحانات داشتم ازشون استفاده میکردم و هرچی که خوندم و همینجوری پرتشون کردم و دیگه وقتشه که همه اینا رو جمع کنیم. یه سری لباسای رندوم که هرچی که در آوردم و پرتشون کردم اینجا. نمیدونم چرا، ولی دیگه وقتشه که مرتبشون کنیم. این قسمت وسایل روتین پوستیمه که با اون قسمت که دوباره لوازم روتین پوستیه جدا افتادن و بعد یه جوری بچینمشون که کنار هم باشن و اینجوری پراکنده نباشن. در حالی اول میخوام که از این قسمت شروع کنم. این لباسم من اینو اولین دیتی که رفتم اومد بپوشیده بودم و بچه هم بودم. خیلی بامزه نیست نگهش داشتم. اونجایی که من یادم کاملا اگه دوش نگیرم هیچ کاری نمیتونم انجام بدمی هستم دیگه رفتم یه دوش گرفتم وسط این همه کار. بریم سراغ بخش دوم اتاق تکونی. میخوام موهامو خوش کنم، موهامو البته فقط چتریامو، به خاطر اینکه بد حالت نگیره. بعد اگه این اذیتتون میکنه معذرت میخوام، تبخال زدم یه کوچولو، ولی میخوام اینو بزنم. دیروز خریدمش و نمیدونستم مثلا همچین چیزی واسه این تبخاله وجود داره. آره خیلی خوبه، یعنی واقعا معجزه کرد. دیروز که زدم موقع خواب تا الان التهابش کاملا رفت شد و یکم گرمزم. اسمشم اگه شما هم تبخال میزنید زود استفاده کنین ازش چیه؟ آفیپلکسه اسمش، آفیپلکس 5%. بالاخره یکی از کمد تمام شد. حالا میریم سراغ این کمد وسطیه.
بچه من بقیه قسمت های کمدم رو تموم کردم. بعد دیگه میریم سراغ کیفا. بعد نمیدونم الان این همه کیفو چجوری میرم اینجا جا بدم. فکر کنم باید اون کیفایی که کوچولوان رو بذارم توی این که منظور تو کیفای بزرگ که یه جوری جا بشن دیگه. نمیدونم. حدود 80% اتاقم تموم شده و شبم شده. به شدت خستم و فقط مونده این قسمت و اینجا. بالاخره کار من تموم شد و بعد از ساعت‌ها بالاخره موفق شدم تموم کنم اتاقم و از نتیجه واقعا راضیم. مرسی که اینجا این ویدیو رو دیدین. امیدوارم که این ویدیو چیه؟ وای لبم ریخته رو چونم. امیدوارم که این ویدیو باعث بشه هرچند کم انگیزه بگیرید و شما هم برین اتاقاتون رو مرتب کنید و نذارید که مثلا من داغون بمونم. تو ویدیوی بعدی میبینمتون.